سلام گایز، چطوری؟ خوش اومدید به ویدیو. امروز قراره ویدیو جدید داشته باشیم و این ویدیو درباره کامیون، یعنی امروز ویدیومون درباره کامیون. ببخشید که چند وقتی ویدیو نذاشتم، چون که حالا فیلتر نتا ضعیف بود، به خاطر همون نمیشد ویدیو بذارم. هم امروز اومدم دیگه، از این بعد جبران کنم براتون. پس آخر ویدیو همراه من باشید. بدون معطلی لیتس گو. خب گایز، الان اومدیم داخل این بازیه، بریم با هم با این کامیونه کار کنیم و پول در بیاریم. البته بازی بی نهایته. اوکی، پس بریم سراغ ویدیو. خب وارد بازی میشیم. بذارید منتظر میمونیم تا بیاره. خب آقا، وارد بازی شدیم. استارتمون رو بزنیم. نور رو آماده و بذارید داخل ماشین رو براتون نشون بدم. رنگ RGB بس کردم بهش. بریم. خب حاجی، بریم. کدوم بود بریم؟ خب بریم. من که بارم رو زدم. الان اینکه باید از اینجا خارج بشم تا بتونم مثلا چیز کنم. باید از اینجا خارج بشیم. بریم بار ببریم. خب بچه اومدیم جاده اصلی و اینکه مپ هم که روشنه دیگه. بریم. برو دیگه، برو برو دیگه، برو. خب حاجی، ما رفتیم. برعکس میره. حاجی کجا دارم میریم؟ باشید میرم. کامیونم که دیدید. حالا ویدیو رو استاپ میکنم تا بارا رو ببریم بذاریم میام. خب آقا، باره رو فروختم. هم یه جای پیدا کنیم بریم بخوابیم. حالا قبل از اینکه بخوابیم بذارید داخل ماشین رو براتون نشون بدم. آقا این داخل ماشینه، اونجا هم یه تلویزیون داره، بذارید نشونتون بدم. خب ببینید، اینجا یه تلویزیون داره و اینم اینجا. اینم از این. بیرون ماشین رو بهتون نشون بدم. این رو که چراغا رو ببینید. اصلا یه چیز دیگه است ماشین. خیلی ماشین خوبیه. خب بریم. چیکار کنم من؟ بریم ماشین یه کارواش ببریم. دارم از نقطه اشتباه میرم. من اونور باید میرفتم که از این ور دارم میرم. بریم. اوکی،
این ماشین یه کارواش یه چیزی ببرم تعمیرات ببرم و خب بچه از ماشین خوشتون اومد حتما توی کامنت ها نظرتون از 1 تا 10 به این ماشین بدید ولی واقعا خودم خیلی خوشم اومد ازش. برو دیگه چرا قرمزه تا ته چسبوندم به یارو باش. برو دیگه برا این باید همینطوری هولیش بدم ببرمش. الان لذت ندارم بریم ماشین یه کارواش چیزی ببریم اینجا با دور بزنم اینا. حتما ویدیو قبلی ما رو ندیدید حتما برید ببینید خیلی ممنون میشم ازتون. خب رسیدیم ما خب وارد میشیم بریم برای تعمیر ماشین. بچه حتما اسم این بازی رو اینجا براتون میذارم توی مارکت میتونید دانلود کنید. اوکی آقا دندقه میگیم میریم یه کارواش هم ببریم ماشین رو. کسایی که ماشین بازن توی کامنت های قلب نارنجی، کسایی که هم کامیون دوستان قلب قرمز بذارید ببینیم چند نفر. خب بچه این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما سابسکرایب و لایک یادتون نره. حالا این ویدیو زیاد اوکی نشد ولی بازم یکم بهتره بذارم براتون. خب مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه که من خودم خوشم نمیاد. اگه شما خوشتون بیاد تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. حالا این ویدیو یکم لایک داشت و اینا ویدیوی بعدی رو سعی میکنم براتون بهترش بسازم. دیگه حرفی نمیمونه. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. عشق کنید. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.